و جنبش دانشجویی نیست، اما بروز و ظهورش در برهه‌های نیز غیر قابل انکار است. عرضم تمام. و یک نکته، این روزها حرفهایی میشنویم که سخت قلب ما را رنجور میکند. این روزها حرف از صلح امام حسن و مردم آن زمان است. آقایان مگر نمیبینند؟ آقایان مگر ندیدند هر جا تهدیدمان کردند ملت پرشورتر 22 بهمن را برگزار کرد؟ مگر همین روز قدس را ندیدند؟ آقایان این ملت کجای کار را کم گذاشته است؟ مگر آن زمانی که برخی خواص در خواب بودند همین ملت نبود که آتش فتنه افروزی سال 88 را خاموش کرد و 9 دی را آفرید؟ مگر امام در وصف ملت نفرمود این ملت از امت صدر اسلام هم بهتر است؟ آقایان شما بگویید این ملت که همیشه با خصومت با استکبار افتخار کرده امروز چه کرده است که باید با مردمان زمان امام حسن قیاس شوند؟ مسئولین کم نیاورند و شانه خالی نکنند. مسئولین کم نیاورند و شانه خالی نکنند. این ملت ایستاده است، ما ایستاده ایم، ما بدریون این انقلابیم که تا آخرین نفس ایستاده ایم، که تا او بیاید ما ایستاده ایم. دیدند دشمنان که در این ختلاف نیست، شمشیر دوستان علی در غلاف نیست. در این قبیله نخل تناور همیشه هست، مقداد هست، مالک اشتر همیشه هست. اینجا که کوفه نیست خوارج علم شوند، سلمان نمرده است ابازر همیشه هست. همواره دستها به علمداریت بلند، آسوده خاطرت که برادر همیشه هست. صف بسته‌اند این همه سردارها به شوق، یعنی برای پیشکشت سر همیشه است. و السلام علیکم و رحمت الله.